شما فرض کنید که خدا جهانهای موازی، جهانهای مرکب و جهان بسته را به نام یونیورس ساخته یا خلق کرده. ببین فرض را بگیریم، اگر درست است یا نادرست این فرض را میگیریم. در جهانی که ما زندگی میکنیم به نام یونیورس یاد میشه. زیادتر از میلیاردها میلیارد کهکشان وجود داره که کهکشان ما در برابر اونها به اندازه یک دانه نخود هست. خدایی که این عظمت را خلق میکنه میآید کتابی را به زبان عربی میفرسته، بعد در این کتاب مشکلات جنسی تخت خواب پیامبر خودش را حل میکنه. این کتاب میتونه از جانب خدایی باشه که مولتیورس، جهانهای مرکب را ساخته، بعد میاد در تخت خواب پیامبر خود مداخله میکنه. این خدا خودش را به این اندازه کوچک میسازه، مسائل جنسی پیامبر خودش را حل میکنه. خب مثلا سوره تحریم 12 تا آیت داره. 12 تا آیت سوره 66 قرآن هست. تمامش حل مشکلات جنسی محمد است. چون چیکار میکنه؟ محمد در رخت خواب همسر خود، در رخت خواب حفصه دختر عمر ابن خطاب با کنیزش سکس میکنه بدون اجازه همسرش، در حجره همسرش. بعد همسرش برمیگرده محمد را در خانه خود با کنیز خود گیر میکنه. برش میگه یا محمد در خانه ما اومدی با کنیزم سکس میکنی؟ میگه این راز را به کس نگو، این راز را به کس نگو. ما دیگه با این زن سکس نمیکنم. با ماریه قبطیه که بعدا همین ماریا زنش میشه. اول کنیزش بود، برده جنسیش بود. بعد چی کار میکنه؟ خب چون نوبت از عایشه می باشه، افسر میره به عایشه میگه که در نوبت خواب تو آمده با کنیز ما در اتاق ما سکس میکنه. بعد عایشه وقتی خبر میشه کوشش میکنن که این دو زن محمد را معرفی کنن. محمد را معرفی میکنه که محمد چی کاره هست. بعد الله چی کار میکنه؟ میگه انت توب الی الله فقط سقط قلوبکم. اگر شما دو زن توبه کنین برایتان بهتر است، چون قلبهایتان گمراه شد. جرم این دو زن چی بوده؟ محمد را با کنیز خود در اتاق خود گیر کرده بودن در حالت رابطه جنسی. الله میاد پشتیبانی از یک رابطه نامشروع پیامبر خود میکنه و دو زن را میگه شما توبه کنین. این خدا هست که کتاب فرستاده برای پیامبر خود و برای هدایت مؤمنین. اگر امروز یک مرد مسلمان همسرش از خانه خارج شوه، زنی را بیاره در رخت خواب همسر خود همراهش رابطه جنسی کنه، زنی که نکاح نداره همراه این مرد مسلمان، همسرش نیست، همسر دومش هم نیست، به نام برده جنسی خریداری کنه بیاره و مشغول سکس باشه و همسرش این مرد مسلمان را دستگیر کنه، آیا این مرد مسلمان زنا کرده نکرده؟ زنا کرده. وقتی پیامبر چنین عملی را مرتکب میشه، چرا الله کمکش میکنه؟ نمیگه ای پیامبر کار بدی را مرتکب شدی، باید توبه کنی تا من تو را ببخشم. نمیگه باید زنهای توبه کنن. زنها را مجبور به توبه کردن میکنه. زنها میگه باید توبه کنن. شما فکر میکنین بعد از این آیات که این کتاب را خدای خالق جهان فرستاده، خدایی که اقیانوس ها را آفریده، کهکشان ها را آفریده، خورشید را با این بزرگی آفریده، که می آمد از موضوع جنسی خانوادگی پیامبر خود مداخله میکرده و این را کمک میکرده. پیامبری که نمیتونست مسائل رخت خواب خودش را حل کنه، چگونه امروز بشر را هدایت میکنه؟ مشکلات رخت خواب خود با همسر خود حل کردن نمیدونست. مشکلات رخت خواب خودش را. خدای متعال در سوره حشر آیه 5 میگه درخت دشمن را ببرید. خدایی که دشمن اکوسیستم هست، خدایی که دشمن طبیعت هست، میتونه خالق جهان باشه و کتاب بفرسته به این شکل. خدای مسلمانان در قرآن در سوره نساء آیه 24 میگه که بر زنان کافر تجاوز کنید. بر زنان کافر تجاوز کنید. میگه زنانی که اسیر شما شدن بر اونها تجاوز کنید بدون نکاح. نکاح اجازه ندارید. فقط همین که شما میگیرین اونها را به نام ملک یمین، یعنی به زور بازو. ملک یمین، یمین واژه راست معنا میده. واژه یمین راست معنا میده، دست راست. میگه زنی را که به زور بازوی راستتان گرفتین بالایش تجاوز کنید. نکاح هم نکنید. نکاح وجود نداره با برده جنسی. دینی که زن را برده میسازه، خدایی که زن را برده میسازه، خدایی که زن را رنج میده، خدایی که در سوره بقره آیه 230 میگه اگر زنتان را 3 بار طلاق دادید باید با مرد دیگه سکس کنه تا با شما دوباره ازدواج کنه. مسئله محلل. کدام مرد با غیرت با وجدان اجازه میده یا میخواه یا میل داره که زنش در خدمت جنسی مرد دیگه قرار بگیره تا به این زن حلال شود؟ راه دیگه این خدا نداشت. این خدا راه دیگه ای نداشت این زن را به یک شکل دوباره برمیگشتن به شوهری که دوستش داره. مثلا شما عصبانی هستین با زنتون، جنگ کردین، قهر کردین، میگین طلاق هستی، طلاق هستی، طلاق هستی 3 بار یا 3 بار طلاقش میگین متواتر 3 جلسه. بعد شما بخواید دوباره همین زن را با خودتان یک جا بسازین، باید با مرد دیگه رابطه جنسی داشته باشه، با یک شب در خدمت مرد دیگه قرار بگیره، بعد بیاید با شما رابطه زناشویی خود را ادامه بده. خدای خالق جهان هست. یک کتاب را یک انسان نوشته که آنچنان هم رحمی بر زنان نداشته، رحمی بر انسان ها نداشته. شکایت ما از صدها مورد قرآن همین 2-3 تا مورد است. چرا سوره نساء آیه 24 گفته بر زنان مخالفتان تجاوز کنید؟ زن مخالف جرمش چیه؟ شاید شوهرش مخالف باشه، زن چرا باید بالش تجاوز شود؟ آیا تجاوز نیست؟ آیا اگر گروه مخالفی بیاین مردان مسلمان را بگیرن بالای زنانشان تجاوز کنن، بگن این کتاب ما از جانب خدا است، مسلمانان قبول میکنن که کتابشان از جانب خدا هست؟ عدالت داشته باشیم. ما که عقل داریم، شعور داریم، مهربان هستیم، انسان هستیم، خرد داریم. سپاس.